وقتی چشمهامون رو باز میکنیم و به دنیا سلام میگیم، اولین صدایی که میشنویم صدای یک زن هست، صدای مادر. اولین دستی که ما رو در آغوش میگیره دستی لطیف و پر از قدرت یک زن هست. از همون لحظه تولد زندگیمون با حضور زنها معنا میگیره. اما عجیب اینجاست که در طول تاریخ بارها و بارها همین زنها، همین موجودات شگفت‌انگیز نادیده گرفته شدن. صداشون خاموش شده، ارزششون کم شمرده شده و این یک تراژدی نیست، یک زنگ بیداریه برای همه ما. زنها ستونهای خاموش جامعه‌اند. نگاه کن به خانواده‌ای که مادرش رو از دست داده. همه چیز انگار فرو میریزه. زنها توانایی عجیبی دارن که همزمان میتونن عشق بدن، امنیت بسازن، الهام ببخشن و حتی زخم‌های دنیا رو مرهم بشن. قدرت واقعی زن در ظرافتشه. این ظرافت ضعف نیست، بلکه اوج قدرته. وقتی یک زن میخنده، امید در دل اطرافیانش روشن میشه. وقتی گریه میکنه، دنیا باید متوقف بشه و بشنوه. اما چرا هنوز در بسیاری از جوامع زنها با تبعیض، بی‌احترامی و کم ارزش شمرده شدن مواجه میشن؟ چرا هنوز حقوق برابر یک شعار مونده؟ چرا هنوز بعضی‌ها فکر میکنن ارزش یک زن فقط به نقش‌های سنتی محدود میشه؟ واقعیت اینه که جامعه بدون زنها فلج میشه. هیچ مرد بزرگی در تاریخ وجود نداره که پشتش زنی بزرگ نبوده باشه. مادر، همسر، معلم، دوست، همکار. زنها مثل ریشه هایی هستند که بی صدا اما محکم درخت زندگی رو سر پا نگه می دارن. زنانی که دنیا را تغییر دادند. این کتاب پر از داستان زنهایی است که با وجود همه محدودیت‌ها تونستن تاریخ رو عوض کنن. خوندن این کتاب بهت یادآوری میکنه که قدرت واقعی همیشه فریاد نمیزنه، گاهی توی سکوت و پایداری زنهاست. چهره‌های پنهان، فیلمی که داستان 3 زن سیاه‌پوست در ناسا رو روایت میکنه. زنهایی که جامعه سعی داشت اونها رو نادیده بگیره، اما در نهایت پرتاب انسان به فضا مدیون تلاش و نبوغ اونها بود. زن یعنی نور، نور امید برای روزهای سخت، نور مهربانی در دل تاریکی ها، نور استقامت وقتی همه چیز فرو میریزه. وقتی به تاریخ نگاه میکنیم میبینیم زنها همیشه در خط مقدم تغییر بودن، چه در جنبش های آزادی خواهانه، چه در علوم، چه در هنر. اما جالبه که خیلی وقتها اسمشون حذف شده یا دستاوردهاشون به نام دیگران ثبت شده. ما امروز وظیفه داریم که صدای زنها باشیم. احترام گذاشتن به زن فقط یک شعار قشنگ نیست، یک مسئولیت انسانی و اخلاقیه. احترام یعنی شنیدن صدای اونها، باور کردن رؤیاهاشون و حمایت از مسیر رشدشون. در دنیای امروز زنان الهام بخش زیادی وجود دارند. دکتر مریم میرزاخانی، نابغه ریاضی ایرانی که جهان رو با ذهن درخشندش متحیر کرد. ملاله یوسفزی، دختری که برای حق تحصیل جنگید و به نماد جهانی آموزش تبدیل شد. هزاران زن بینام و نشان در کنار ما، مادری که بی صدا شبها بیداره، دختری که برای رویاهاش تلاش میکنه، یا زنی که در برابر ناعدالتی ها سکوت نمیکنه. بهتره که صادق باشیم. اگر زنی رو تحقیر کنیم، جامعه‌ای رو تحقیر کردیم. اگر زنی رو بالا ببریم، آینده‌ای رو بالا بردیم. زنها فقط نیمی از جمعیت نیستن. زنها نیمی از رؤیاها، نیمی از امیدها و نیمی از فردای ما هستند. به زنها احترام بذاریم، نه فقط به عنوان مادر یا همسر، بلکه به عنوان انسان‌های کامل با حق انتخاب، حق صدا و حق زندگی. هر وقت به زنی نگاه می‌کنی، بدون که اون یک جهان رو در خودش حمل می‌کنه. اگر این ویدیو برات مفید بود، لطفاً اونو با دوستات به اشتراک بذار و کانال بی حد و مرز رو سابسکرایب کن
و یادت باشه تو باید بی حد و مرز باشی، چون هیچ چیز نمیتونه جلوی پروازت رو بگیره.